الله متعال نام نمیگیره، نمیگه ولا تطرد الصهیب والبلال والسلمان، نمیگی طور نام نمیگیره. وصف ذکر میکنه. وصف کدام وصف است؟ بزرگترین وصف در بین این مردم کدام است؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، عبادت پروردگار خدا صبح و بیگا میکنن. مسلمانای موسمی موقتی نیست که در مجلس تو آمد خیلی اوه دلسوز معرفی میکنه به اسلام که او طرف رفت باز نه اسلام است، نه نماز است، نه رنگ است، نه قیافه است، هیچ چیز نیست. ایره مسلمانای مجلسی میگه. مسلمانای موسمی نیست که در رمضان شوه اینطور در جماعت و تراویح حاضر میشه. خو کمی رمضان ختم شد باز بچه‌شم نمیبینی. در روز محرم که بیاید زدن میشه، کندن میشه، گریانا زنجیرا زده میشه. 11 ماه دیگه نه حسین بشناس، نه فاطمه را، نه الله را، هیچ چیز نیست. برش بگویی که بیا نماز میخواب بخوان، میگه ما جمع میکنیم. کلی نمازها را یک دفعه جمع میکنیم. صفتی از یار الله متعال چی بیان میکنه؟ مسلسل عبادت الله را صبح بیگاه میکنه. او دایی عبادت ریاکاری نیست، جاه و جلال طلب نداره، فقط یریدون وجهه و اراده وجه بلا کیف الله را اراده کردن، خلاص رضای الله متعال. این صفت خیلی اهمیت داره. معلوم شد نقطه ای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای شاگردا باید داشته باشه همین نقطه باشه که وا عابدین الله باشه، الله را پذیرفته، طاعت الله را ترجیح داده و ریا میا نمیکنه. قطعا این مردم را از خود نرانی. چرا؟ شاید این پیشنهاد عوام کرده بود. میگه این مردم ها که در گرد تو پیامبر علیه السلام جمع شده یا به خاطر از اینکه گشنه هستند میخواهند پالوی تو یک چند روز سیری و راحت برشان پیدا شود، از او خاطر اینجا آمده و چیزی ندارن بیرون در گرد تو جمع شود که سبا و بیگاه شکم خدا بچرانه. یک این گپا هم همین مشرکین برای پیغمبر گفته بود. دوم گفتن که در ظاهر خو یا خدا معرفی دوست میکنه برای تو، خو حقیقت نداره، از دلش خبر داری. الله متعال هر دو موضوع را جواب داد. هر دو موضوع را چی جواب داد؟ ما علیک من حسابهم من شیء، نیست در ذمه تو از حساب از جای چیزی را. چی مانا؟ اگر کسی برات بگوید که یا به خاطر از آمده که نان و شکم خدا بچرانه، نه 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 نه، رزق تقسیماتش دادنش پیش کیست؟ الله متعال است. نه رزق تو سری از یاست، یک ارتباطی نداره. چی میگه مردم؟ چی میکنی؟ بر ما آمده بود یک چند نفر یک وقت طالبا داشتم، یکیش بسیار خفه ساخت مرا، آمد بر مرا میگه مولوی سی بیا واقعی درس میخونه. گفتم چرا؟ بگو برم چرا؟ نه شاید مقصد درسشان نباشه، وطنی از یا یک کمی گوشنه است همینجا شکم خدا میچرانه. بخیمه گفتم بدبخت، تو در اینجا هستی یک ساعتی خدا همینجا تیر کرده نمیتونی و یا شب و روز در اینجا نمیتونه که بره. شکم چراندن اینقدر سخت است. همیا خو که بره در هتل شاگردام شوه نانش چرب است یعنی از تو سوال میکنه، کمی شاگرد شوه هیچ پیسه نگیره، نانش چرب است یا نیست؟ گفته است. گفتم چرا؟ نمیتونه رفته اوجا. روز تا بگارم موسیقی را میشنوه، تلویزیون هم میبینه، نان خدا لکس میخوره، خلاص همین قدر خویی میتونه. این بچه جوان اینجا آمد از بدخشان از فلان جای، تو حالی یک نسبت میکنی. اینطور بدبخت ها مردم وجود داره. شما باور بر الله بکنید طالبای دینه، کسایی که عمر خدا وقف کرده برای فراگیری دین، یارو چی میگه؟ میگه یا شکمای خدا میچرانه سری چی؟ نعوذ بالله. دو زمانم پیامبر صلی الله علیه وسلم امی صحابه چیستا فداکار میگفتن یا شکمای خدا میچرانه. یک. دوم گفته بود که تو خود زبان برات میگه، از قلبش خود تو خبر نداری. الله متعال جواب میگه. اسلام ظاهر سعی میکنه، هیچ وقت تلاشی باطن نمیکنه که چی طور است. یک کسی که علامات ظاهریش نمایانگر اسلامش باشه، الله متعال میگه فقط ایره بپذیر، پشت باطنش نگرد، بسپار بکی الله متعال. اگر اخلاص نداشته باشن بسپار، الله میدانه خطشان کاره. ما علیک من حسابهم نیست، بالای تو از حساب از یا
مراد از حساب باطنی از یا که چه قسم است باطنی از یا آیا واقعیت داره مثل که در ظاهر برای تو اظهار ایمان میکنه من شیء از چیزی را تا که تو تلاشی باطنی از یا را بکنی و ما من حسابک نیست از حساب تو علیهم بالای از یا یعنی ای مثل که باطنی تو برای از و معلوم نیست دعوای پیغمبری را کرده یا را دوست داری نداری باطن تا یا تلاش کرده که باطن برش معلوم شد نیست از حساب تو علیهم بالای از یا من شیء چیزی فتطردهم که تو یا را برانی در صورتی که واقعا اخلاص هم نداشته باشه بازم گنجایش نیست که تو یا را برانی چرا؟ به خاطری که باطنی از یاد در زمین تو نیست که باطن چی رقم است چی رقم نیست الله تو را خبر نمی کند ای فتکون من الظالمین بدون تحقیق ای که اخلاص عدم اخلاصی از یا بری تو معلوم نشده باشه و تو یا را برانی واقعا تو از جمله ظالمین هستی ظالم اینجا به معنای او کسی که کاری خیلی غیر مناسب کرده باشه یک آدم فداکار میاد به امرای تو او تو میگی که نه من خبر از باطنی ندارم از او خاطر تو را از مجلس خود را میرانم نه از همون خاطر است که مسلمانای مخلص همیشه اعتماد میکنن یک دوست برای من میگه مولوی صاحب خبر داری این کسایی که خود سلفی برات معرفی میکنن خبر داری که یا چی کارا داره باز من گفتم والا چی طور کنم دیگه ما خود همین ظاهر هم میبینیم به الله میسپاریم اعتماد به ظاهر میکنیم حالیش خوب است عقیده صحیح داره الحمدلله چیسته را قلم و نوری ایمانش از شعاعش معلوم میشه از رویش ای که در باطن هر چی هسته به الله میسپاریم ما نمیتونیم جلوگیری از زیره بکنیم کسایی که حقیقت انسانیت نمیشناسه و همیشه معیار پیشی چیست انسانیت فکر میکنه فقط خواب و خور است راحت است از همون خاطر معیار پیش از یار همیشه فراوانی اسباب و وسایل خواب و خور است اگر کسی اسباب و وسایل خواب و خور داشت انسان است و اینمی کامیاب است اگر نداشت برو بخیر یا اصلا انسانیت نشناخته طور بردار بلکه انسانیت در ترازوی که حیوانیت گذاشتن برابر با حیوان طول کرده شد از همون خاطر پیش هر کس که اسباب و وسایل خوردن نوشیدن زیاد بود میگه که این قابلیت داره اگر نبود میگه این قابلیت نداره خبر نداره که انسان مخلوق برتر الله در بین مخلوقات است انسان مخلوق پر عظمت مخلوق پر عزت پر شرافت در تمام مخلوقات الله متعال است انسان نمیشناسه چرا در بین انسان ها انبیاء علیهم السلام قرار داره او انبیایی که تربیتش الله متعال کرده که یک حرکتش خطا نیست چطور شده میتونه این انسان نعوذ بالله مقایسه با حیوان بکنی برای خوردن نوشیدن بله اوصاف انسان حرکت انسان خصوصیت ها انسان تو یک دفعه مطالعه کن انسان امروز توسط استعدادی که الله برش ارزانی کرده برش بخشش کرده در کجا حرکت و سیر سفر داره در سیاره چه چیز را اختراع کرده چه قسم حکومت داری میکنه کل کائنات الله در زیر فرمان انسان میچله الله مسخر کرده در خدمت انسان صافتاب محتاب همه مخلوق بزرگ الله حیوانات پرنده ها فضا بحر کو زمین آسمان کلش مسخر برای انسان خیلی بالاست خیلی ارزش بزرگ داره اما وظیفه خطیر و مسئولیت بزرگ هم داره با می قدر موقفی که الله بر انسان داده لیکن بازم انسان الله خدا نشناسه امو ذاتی که امی استعداد برش داده نشناسه بعد از او دیگه اولئک کالانعام بل هم افضل است هرگاه ارزش خدا انسان نشناخت نعوذ بالله هم و غمش در زندگی مکمل فراهم ساختن وسایل زندگی شد خواب و خور شد باز اولئک کالانعام بل هم افضل است چرا وظیفه خود انجام نداد حیوانات وظیفه خود انجام میدن مرکب برای بار بردن است و بار میبره هیچ لیکن انسان مسئولیت خود نشناخت از زمین حیوان کردن پسترین بگه مخلوق الله جور میشه اولئک کالانعام کدام مردم گفتن کسایی که از گوش خود از چشم خود از قلب خود استفاده نکرد اونمو مردم که درک نکرد حقیقت هستی خود و حقیقت هستی الله متعال و دنیا را اینی مردم چیسته از او خاطر
در طول تاریخ مردم ها اینمی قسم خطا خورده. فکر میکنه که معیار برتری فقط مال و متاع دنیا است. کسی که مال و متاع دنیا داشت قابل قدر، اگر نداشت نه اینطور نیست. و كذلك فتنا بعضهم ببعض. بله، عقبات سته. عقبات تپه را میگه. انسان وقتی که از کوه چپه میشه دو طرف میره خیلی به سختی تیر میشه. چرا؟ مانده میشه، زله میشه. خب لیکن چون که مقصدت به چپه شدن است، ولو که زلگی سرت میشینی، باز یک کمی که دم دراز شد باز بالا میشی، باز که مانده میشی باز میشینی، باز بالا میشی، تا که از او تپه خود او طرف چپه بکنی. در قرآن کریم در سوره انعام شیخ پنجپیر الله غریقی رحمت کنه یه عقبات او بیان میکرد، البته از استاذ خود. میگه راه دعوت یا خصوصا دعوت به سوی یکتاپرستی الله که عقیده توحید است، وقتی که نشر اشاعت زیر در یک معاشره میکنی 6 تپه در پیش روی داری. چند؟ 6 تپه. هرگاه که از 6 تپه چپه شدی باز دیگه آرام میشی، در غیر از او آرامی برات نیست. اولین تپه است، اینمی عقبه اول است. اولین تپه که در روی داری کدام است؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وكذلك مسلک آلی اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم، مردمی نادار فقیر، مردمی که هیچ از امتیاز دنیوی برخوردار نیستن، یارا گردانیدیم. اینمی قسم فتنا ما در امتحان قرار دادیم بعضهم بعضی از مردم ها را ببعضین با بالای بعضی دیگر را، بعضیش مالدار کردیم بعضیش فقیر کردیم تا که یکی سری دیگه امتحان شود که آیا غنی فقیر امتیاز میده یا نه که نعوذ بالله او را حقیر میشماره. فقیر هم در مقابل غنی ده امتحان است که آیا قطع از او حسد میکنه یا نه که تقسیم الله میدانه، به تقدیر الله راضی است. کلش امتحان الله متعال است. در طول تاریخ و زمانه الله به پیغمبر خود خبر میده. پیغمبر گپی جدید نیست که امروز مشرکین سردارای قریش آمده بری تو میگه مجلس تو را فقیرا پر کرده، از او خاطر ما عیب بر ما میاد، ننگ بر ما میاد که در مجلس تو حاضر شویم. الله اینمی قسم در طول تاریخ یکی را بالای دیگه امتحان کرده. گپی جدید نیست، گپی جدید نیست. امتحان کردن موحدین به یکی دیگر. امتحان اول بالای موحدین اینمیست. مشرکین اعتراضا میکنه. چرا اعتراض مینوه؟ امیر میگه که وی در بینی قدر مردم صاحب امتیاز افتخار تنها شما شدی. چوپانا ما این قدر پیسه مال داریم اینی افتخار نصیبی ما نشده، یک شما میفهمیدین. اول اعتراضی نمیسته. شما که دعوت به سوی توحید میده بد برات سعی میکنه، ملک برات بد سعی میکنه. چی میگه؟ چون که تو را حقیر بشمارنی، پول و پیسه نداری. در بین یک قدر مردم یک افتخار نصیبی تو شده، یک توحید تو فهمیده، همه در رویستی دیگران نمیفهمن. اصلی مقصدش نیست که چرا این گپی حق تو میزنی. خودش نگفته. اول امتحان است. الله چی جواب میگه؟ الله میگه بندگان خوب الله خوب میشناسه. و كذلك فتنا، نمی قسم که اعتراضی مشرکین بالای تو داره که در بین ما قدر مردم قابل امتیاز افتخار 4 دانه غلام و فقیر مسکین تا گرد بری پیغمبر گرفته، همیا نصیب افتخارات شدن. الله میگه نمی قسم ما مبتلا کردیم، امتحان کردیم بعضی مردم را به بعضی بالای بعضی دیگرها، لیقولو که در عاقبت و انجام بگوین هؤلاء اینمی مردم ها اینمی فقیرا من الله علیهم، الله سرشان احسان کرده، انتخاب دین الله نصیب از جا کرده. یعنی یا هیچ قابلیت نداره. اگر دین کاری خوب می بود اول الله ما را انتخاب میکرد. خود دین کاری خوب نیست. پیغمبر علیه السلام میگه دعوتی تو بسیار دعوتی نادرست است. چرا؟ اگر دعوتی تو حق می بود اول ما میشتافتیم. در بین این قدر مردمی که صاحب رسوخ هستی نمیکه گردید گرفته یا خو غلام بچه هسته چشم میکشه. اگر جدا نشدی خو باز ما قطع تو کار دارم.
شاگردی تو را باز نمیمانه. شاگرد سر شاگرد چشم میکشه. کی میکشه؟ ملک، پدر، کاکا، ماما. تو رفتی درست ترجمه ها؟ اگه این را اعلان نکرده بودی دو چیریت میکنم. یک شما توحید میفهمید دیگرها کلش نام مسلمان نیست چی؟ ها؟ یک شما پیغمبر را دوست داری؟ در بین این قدر مردم فقط یک شما همین افتخار کمایی کردی. الله چی جواب میگه؟ الیس الله بعلم بالشاکرین بدبخت، آیا الله خوب عالم نیست به او بندگان خود که شکر گزار است؟ نعمت اسلام قدرش میدانه. در روز اول که آواز صدای توحید الله شد، امی مرد که صدای توحید در گوش شیرین آمد، رفت نشست. بعد از اینکه قرآن شنید یک دم احساسش مکمل و بیخی بالا شد. یک دم فهمید که نعمت بزرگ الله نصیب ما شده، به هیچ وجه ایر از دست نمیدم. اگر پدر تهدید میکنه، کاکا تهدید میکنه، از خانه میکشه، زدن کندن، مادر برش میگه شیری سفیدی خدا برات نمیبخش. نمیبخشی نبخش. الله خو میدانه که این عقیده رو نصیب کدام اشخاص میکنه. الحمدلله، شکر الله را بکشید که از جمله شاکرین شویم. چرا این عقیده را الله نصیب هر کس نمیکنه. الحمدلله شاکرین هستیم، قدر نعمت الله را میدانیم. عقیده توحید قدرش میدانیم الله نصیب ما کرده. به هر کسی نصیب نمیشه. کلان مردم خود کتا کتا میسازن. خوی عقیده نصیبش نشیده. کتا کتا نه. مولایایی که 20 سال دوره تفسیر و حدیث هم کرده، 20 سال مدرسه هم خوانده، امیال هم عقیده شرکت داره. توحید الله شناخته. ایره چی میکنی؟ 2 سال پیش یک کسی برم زنگ زد، گفتم مولای صاحب اینجا یک کسی را، یک معلم صاحب وظیفه دادیم در یک پانتون، آمده برش حالی گپ میگذنیم. برش گفتم که تو یک کمی درس عقیده بده. گفت من اینجا گفتم کسایی که مشرکین مکه توحید ربوبیت میپذیرفتن، این گفت خدا بند کرده که وا توحید چطور میپذیرفتن. برای من زنگ زد که مولوی صاحب چطور کنیم؟ من برش گفتم که این خصوصیت ها به هر کس میاثر نیست، که هر کس مدرسه را خوانده توحید شناخته. او بیچاره تالی تقسیم توحید یاد نداره. تو یک دفعه پرسان که بگه توحید چند قسمه او نمیفهمه. پس برام زنگ زد، گفت از خنده زوف است. گفت راستی نمیفهمه. من میگم توحید چند قسم است، مولوی صاحب میگم توحید اقسام هم داره. گفت توحید تقسیم نمیتونه. من گفتم از اون خاطر بیچاره لینکار میکنه که مشرکین مکه توحید ربوبیت قبول داشتن، خالق و مالک و رازق و عزت دهنده و میراننده و زنده کننده. کی را میدانستن؟ الله را. بلکه در عین مشکل فقط و فقط به یک الله آواز میدادن، دیگران بوتا رو فراموش میکردن. و خود جنجال در توحید الوهیت داشت. عالمی ما تالی تقسیم توحید نمیفهم. سند گرفته دیگه. هر کس کی عقیده نصیب شده شکر الله را زیاد بکشه. واقعیت. و اذا جاءك الذين يؤمنون، وقتی که بیا بری تو کسانی که ایمان آورده به آیاتنا، کسانی که ایمان آورده به آیاتنا، به احکام ما، به دلایل توحید ما باور کرده، این مردم ها را قدر و منزلتش پیغمبر علیه السلام تو باید بشناسی. این مردم هاست پیش الله بسیار محبوب هستند. چرا محبوب هستند؟ خبر داری؟ چرا محبوب هستند؟ مردونمو کسی است که حق یک دفعه بشناسه، باز در مجمعه و در مجلسی او را بپذیره استاد شوه. یکی او مجلس کلشان از هر طرف چشمه اینمی قدر سرش میکشه که تو ماندنید نیستیم. اونمو شخصی که در اول مرحله امرای دعوتگری حق هیچ کسی استاد نیست، خود تو استاد میشی، تمام اعتراضا تمام جنجالا متوجه تو میشه، بلکه جانت در خطر افتاده که تو امرای حق پرست استاد شده ای. مفت خو نیسته. پس آن که گسترش پیدا بکنه کابل موحدین بگیره، بازار کس سینه را میزنه موحد هستم. اونمو کسی که در روز اول که کلی مردم فیر سری تو میکنه، اونو جدم امرای تو استاد شوه، اونو آدم قابل قدر است. ما که ابوبکر ای قدر اهمیت میدیم، به خاطر میدیم که در روز ابوبکر رضی الله عنه در پالوی پیغمبر استاد شده که حد استاد شده نمیتونه. ما کمال خطری مرگ مواجه از اوست، بلکه پیغمبر میمونه اول ابوبکر لط میکرد. چقدر لط کرده بود که زوف کرده بود. چقدر لط کرده بود
کذوف کرده بود.